فصل پهلوانی فرا میرسد. این فصل شکوفایی را مردم تاجیک از قدیم با رسم و رسوم تاجیکانه استقبال گرفته میان نیاگان پرغنی کشور همچنین گوشتینگیری را وصف می نمایند. تلاتپه ها هزاران مخلص را با هم جمع آورده شجاعت و مردانگی پهلوانان را نوابسته از گرمی و سرد باران و آفتابی تماشا می کنند. محبتی که از بابایان میراث مانده با هدایت های پیشوای معظم احیا می گردد. سرچشمه از پایتخت زیبای ما شهر دلربای دوشنبه با دستگیری های محترم رئیس شهر و کار خوبی راهبریت فدراسیون گوشتین ملی تاجیک گوشتینگیری با گوشه و کنار وطن دامن می کشد. برای مردم و شوق مردم دایر می شود. این است زیبایی وطنداری و احیای میراث ملی در پیروی با پیشوای معظم. پس دلیران و بهادران میدان میبرند و مردم لذت میبرند. تخمینا ساعت‌های 9 صبح مردم برای تماشا به میدان گوشتین حاضر میشدند. میدان گوشتینگیری از مرکز شهر دورتر جایگیر بود. از برندی میدان گوشتینگیری خیلی زیبا و دلنشین به چشم می رسید. مقام بین المللی گرفتن گوشتین ملی تاجیکی گوشتینگیری علاکه شوق و رغبت نورسان و جوانان با این نمود اجدادی زیاد گردیده است و مخصوصا در عرفه جشن بین المللی نوروز این نمود ورزش مخلصان و پهلوانان را با هم جمع می‌آورد. حال حاضر گروه ایجادی تلویزیون ورزش در یکی از دهه های شهرک ایسور قرار دارد. این دهه گچک نام دارد. دهه از مرکز شهر ایسور شاید در حدود 5 کیلومتر دورتر باشد و مکان نبرد پهلوانان نورس و جوان انتخاب گردیده است. شور و شوق مخلصان و پهلوانان در اینجا زیاد است. از خرد تا بزرگ بهر دستگیری آمده است. انتظار است که در اینجا پهلوانان کشورهای همجوار از جمله جمهوری ازبکستان شرکت ورزند و ما در یک جایگه این گوشتین را تماشا کرده از پرتاب‌های زیبایش حلاوت ببریم. ما را همراه باشید. شمال فورم در اول مسابقه هم برای مخلصان و هم برای پهلوانان نفس تازه میبخشید. مردم زیاد در گوشه های میدان جای گرفته برای پهلوانان دوست داشتهشان کفکوبی میکردند. میان مخلصان حتی پیران برنادل هم حضور داشتند. منون میگفتن، تردی میگفتن، انا بشما جد همه این پهلوانای نومی بودن. نرفتیم ما هم تماشا میرفتیم. حالا همه ذوق و هوس هست برای تماشا. وقتی میدکی دو کلام بودن ما هم این معرکات گوشتین نگرفتیم. بشما جد خیلی با من پیر شدیم که دیگه 10-6 تیر اومدیم. دولتشون زیاده کنه پروردگار پاچامونه عمری دراز بینه همه وقت سر بلند باشه. مملکت آواد دیگه من به کدام راه میگردی مرحبت نون تیاب خور. در مراسم کشاده شوی مسابقه رئیس شهر ایسور حاضرین را خوش آمدید گفته برای پهلوانان نورس و جوان بردباری تمنا نمود. شروع از دست فشاری و دعای پیران کار گوشتین رنگ و نوای تازه گرفت. 47 سال دوری گوشتینگیری گذراندیم. سامبو دو هر یکمون 15-20 سال گذراندیم. گپ در همینجا است که ما در میدان شهرک ایسور گوشتین ملی برپا میگرده. ما همینا گفتنی هستیم که البته هر یک چی وقت ساعت داره یا معیار داره. حاضر من تماشا کرده ایستادم سر میکنن گوشتین ملی یکی از 3000 سالها داره. ما همینا گفتنی هستیم که من بینیم که گوشتین ملی یکی از مقام های بین المللی گرفته. ما بسیار خرسند هستیم. همین تماشابینان هم تماشا دارن میدونن که به نزدیکی گوشتین ملی در استادیوم گذاشته میشه. همه مخلصا همه برای همین خیل
دستگیری پیشوای ملت که گوشتنی ملی بین‌المللی دستگیری کرده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی این کس هم بزرگترین پدر پسر میان از سق بسته برای خلق خودش خدمت کرده. اولی شده بعد دوی پیران کار نورسان میونه هم رقابت را سر کردند. چیزی پا اسب میپره، شتر میپره، ماشین میپره گرفته هستند. پهلوانای محترم میخواهیم که با وجدان پاک تالاره ورزیده مشق کنین. فرزندای بیکار ماندگی میتونی که تمام گوشه کانادا قریب هزارها تالاره ورزش هست. برای همین شکرگزاری میکنیم با وطن ما. تینجی امانی انمیخه به پایان باشه همه کار میشه. اساسی همین تینجی امانی. سراول در گوشه از میدان تاتمی آراستند و بعد چند لحظه آن را جمع آوردند و پهلوانان در میدان بالای سبزه گشتیگیری کردند. نخست رقابت ها را پهلوانان محلی تشکیل میدادند. میان آنها برد و باخت بود. امروز همه در این میدان جمع شدند. در این روز نوروز برای همه مبارک باشه. من گشتن ملی ما امروز گشتنی بین المللی مقامی بین المللی گرفته است. از پهلوانان این سال من عمر رسولوف، حق نظر پهلوان، محب الله پهلوان پهلوانای خوب بهترین در این میدان گشتن گرفته است. بعدا پهلوانان دیگر شهر و نواحی هم آهسته آهسته نبرد میدان شدند. بعد ساعت یک دسته پهلوانان از همسایه کشور جمهوری ازبکستان هم به میدان آمدند. هرچند پهلوانان نامی نبودند اما به هر حال رقابت ها با برابری دسته ها جریان می گرفت. سلام علیکم. اولین بار من ازبکستانdan Safarali Shahboz. Bugun من تاجیکستانda امروز شاد از آنم که در کشور همجوار دوست در مسابقات گشتنگیری حضور داریم. این نمود ورزش که ما را کورش نام میبریم برای ما نیز آشناست. حضور ما به اینجا و پهلوانان شما به کشور ما میتواند دوستی را میان هم باز خوبتر و مستحکمتر گرداند. سپاس که ما را خوش استقبال گرفتید. birgalikda har doim do'st bo'lib yashab kelgan oldindan. Ey barodaro, mana men bachaki o'zbekistoni Said Mo'min Pahlavon Jumhuriy O'zbekistoni du karat chempioni Osiyo miyonay barodaro. Ina nigah qiling. Ina men bachak du karat. Ina men sarosiyoy Jumhuriy O'zbekiston hamsoya shunday barodar. Ina bilet chi tufay kimga در مسابقه مذکور داوران درجه بین المللی از فدراسیون گشتنگیری جمهوری تاجیکستان دعوت شده بودند. باعث افتخار است که در شهر ایسار ما را دعوت کردن به این چهاربینی زیبا. به همگان معلوم است که گشتن ملی گشتنگیری بین المللی گشته است. این باعث افتخار تمام تاجیکان است. مقصد فدراسیون گشتن ملی رهبریت رئیس شهر دوشنبه این است که گشتن ملی ما بین المللی گشت. میخواهیم که در آینده چهره‌های نوی گشتنگیری پیدا شده پرچم ملت دولت بالا بردارند. از ناحیه قبادیان آمدگیم. مقصد در شهر ایسار گشتنگیمان دعوت کردگیم. اینجا آمدم مقصد سه حریف خودم را مغلوب کردم. گوسپند قالین بقا گرفتم. مینداری خود را به پیشوای معظم ملت رضایت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که چنین مسابقه ها و نوروزی ها را برای ما جوانان تشکیل میکنند. امروز گشتنگ ملی که مقام بین المللی را کسب کرده است، ما جوانان سعی کوشش میکنیم که در این طریق نوروزی ها بسیار برآمد کنیم، پرچم شهر ما بالا برداریم.
غالبان هر یک دیدار از جانب کمیته تدارکات با تحفه‌های مالیوی تقدیم می‌شدند. مقصد برگزاری مسابقه مذکور را مسئولین در عرفه جشن بین المللی به خاطر مقام بین المللی گرفتن گوشتین ملی گوشتینگیری نام بردند.